بازی رزیدنت ایول 5 تمامی کلت ها کدومش بهتره؟ میخوام در مورد هر چهار تا کلت بازتون حرف بزنم. در مورد M92F میبینیم که فایر پاور 250 و رلود 1.5 ثانیه و با 100 تا خشاب و حتی کریتیکال داره که کریتیکال به تک شات میگن، یعنی یه ضربه بزنی انمی بمیره میگن، که اصلا اوایل بدی نیست ولی ارزش ارتقا نداره. کلت دوم که SIG P226 پاور 480 داره قدرتش، ولی رولود اسپلش از 1.5 ثانیه بالاتره و 16 تا خشاب تره. از نظر من که در مورد اصلا فکر نکنید. QP8 فایر پاور 300 داره، رولودش اصلا کمتر از 1 ثانیه است، 25 تا خشاب داره و پیرسینگ هم داره. پیرسینگ به اون چیزی میگه که مثلا کسی زره داره و به شلیک کنید ازش تیره بگذره و به خودش بخوره، پیرسینگ به این میگن و اسلحه واقعا از نظر من خیلی خوبیه. و اسلحه آخر که M90R که قدرت 400 داره و رولود استیبید یکم از 1.5 ثانیه کمتر و با خشاب سی و تری رند بورست هم داره، که یعنی یه جوری میشه گفت نیم اتوماتیکه دیگه، 3 تا تیر پشت سر هم میزنه. از نظر کلی من اسلحه اولی رو اصلا ول کنید، حتی اسلحه دومی هم ول کنید و از نظر من بهترین انتخاب اسلحه سومه. اسلحه چهارم هم ارزش نداره.